مگس خربوزه یکی از مشکلات عمده خربوزه است که سالانه قسمت زیادی حاصلات خربوزه را خساره می‌رساند. تا هنوز هیچ نوع مواد کیمیاوی که برای کنترل این آفت استعمال گردیده مؤثر نبوده است. مگس خربوزه یا آفت خربوزه در ساحای وطن ما و شما بسیار یک آفت جانی شد. بسیار برای دیاقین یک ضربه کلان رساندن. دیقانا از موادهای کیمیایی، از موادهای زهری به حساب دواپاشی استفاده کردند که حتی بیاره هم خراب شد، خربوزه هم نشد و زحمتشان ضایع رفتن. وزارت زراعت با همکاری تکنیکی FAO به اساس تحقیقات که انجام داده اند دریافتند که یگانه راه بهتر کنترل این آفت خریطه نمودن خربوزه ها می باشد. بهترین وقت خریطه نمودن خربوزه ها وقتی است که خربوزه ها به اندازه بادام باشد. خریطه ها را می توان در خانه تهیه نمود و خریطه ها باید از تکه های نخی تهیه گردد. خریطه نمودن خربوزه را 100% از مگس و دیگر حشرات محافظت می نماید. مشتریان علاقه زیاد دارند تا خربوزه هایی را که مواد کیمیایی در آن استفاده نشده باشد خریداری نمایند، اگرچه قیمت آن بالا هم باشد. این دوانزدگی است. اگر احیانا دوازدگی را بخوریم صحت آدم خراب میکنه. دا چند از این سری دوای ما مصرف میشه. خریطه نمودن خربوزه یکی از شیوه های ارزان کنترل مگس می باشد که هر خریطه تا 5 الی 6 افغانی تمام می شود. یک شخص می تواند در یک روز در حدود 500 خربوزه را خریطه نماید که به این اساس برای مزرعه یک جریب خربوزه فقط 2 نفر کافی می باشد. در این اواخر این خلطه بسیار یک نتیجه خوب داد. امی از مگس خربوزه را نجات داد. به او خاطر ما حال طریق کوتاه، طریق آسان خربوزه را خلطه میکنیم که فقط از آفت مگس خربوزه نجات پیدا کرده. خلاصه این فایدهش همی است. سال که ما دوا خریدیم خیلی قیمت تمام شدیم، سال که خلطه کردیم خیلی ارزان تمام شد. ما راضی هستیم. سال 2 جریب زمین خلطه کردیم، سال 3 جریب زمین خربوزه خلطه کردیم، 2000 دانه خلطه جور کردیم. ما همین سال خربوزه را خلطه کردیم. خلطه کردن خربوزه کاری آسان است، به خاطر که کلش در یک روز نمیبره، یک جا 20 تا میبره، روزانه خلطه کرده میره. خربوزه را قیمت سودا کردیم، به خاطر خلطه بود 20 روپیه قیمت سودا کردیم. ما امسال 5 جریب زمین خلطه کردم، یک دانه کریم نزد. بیشتر است.